چطورین؟ کلی به چنل خودتون خوش اومدید. شهرزادم. امروز قراره که راجع به بازی الان ویک با هم دیگه صحبت بکنیم. امیدوارم که کلی لذت ببرید. تو کوشن باکسی که تو اینستاگرامم گذاشته بودم ازتون پرسیده بودم که دوست دارین راجع به کدوم گیم باهاتون صحبت بکنم و الان ویک و سکیرو دو تا از گیمایی بود که دوست داشتین راجع بهش صحبت بشه. امروز اومدم با بازی الان ویک. پس اگه محتوامو دوست داشتی سابسکرایب، لایک و زنگوله یادت نره که ویدیو میذارم با خبر بشی. قبل از اینکه بخوام ویدیو رو شروع بکنم یه نکته رو میخوام بهت بگم. من خودم نمیدونم تا همین شکلی فکر می‌کنی یا نه، ولی من به شخصه به قدرت قلم و نوشتن بی‌نهایت اعتقاد دارم. حالا چه توی چیزای خوب میخواد باشه، مثل هدف گذاری و نوشتن جزئیات آینده و شوک گذاری و اینجور چیزا، تا چیزای معمولی مثلا نوشتن یه در واقع یه دلنوشته، یه چیزی که مثلا حالا همینجوری صرفا داری مینویسی، تا چیزای دارک و سنگین که میگم نمیدونم اعتقاد داری یا نه، مثلا طلسم. خب به نظر من قلم چه توی چیز سنگین و بد، چه توی چیز نرمال، چه توی چیز خوب و خفن و خوشگل، تو همشون قدرتمنده و فقط نیازه که تو بنویسی. اونایی که دارن ویدیو رو نگاه میکنن نمیدونم که خودشون مینویسن یا نه، ولی امروز اومدم یه چیزی رو بهتون نشون بدم که در واقع این هستش. من خودم به شخص خیلی مینویسم، یعنی از این بودم که مثلا عاشق زنگ انشا بودم و همه چی رو مینوشتم و کلا خیلی زیاد مینویسم، چه چیزای مثبت چه متاسفانه چیزای منفی. و به عینه این داستان قدرت قلم رو توی زندگی خودم دیدم، توی همشون، چه مثبت چه منفی، و واقعا اصلا فرقی نداشته برام. توی این دفتری که هست من یه عالمه چیز می‌نوشتم. جدا از این من تو کلی دفتر دیگه، مثلا من عشق دفترم، یه عالمه دفتر دارم که توشون هزار تا چیز می‌نویسم، ولی داستان این دفتر فرق می‌کنه به خاطر اینکه این یه بخشی از نوشته‌های من اینجاست که حدوداً میشه گفت مثلا فکر کنم 200 خورده نزدیک 300 صفحه هستش. سعی داشتم یه کتابی رو بنویسم که انقدر دارک بود و انقدر پیچیده بود و انقدر یه سری داستانه عجیب غریب داخل خودش داشت که اصلا یعنی من هر چقدر بیشتر می‌نوشتم بیشتر به نتیجه می‌رسیدم که اوکی این قرار نیست چاپ بشه و سردتر میشم نسبت به اینکه بخوام ادامهش بدم. ولی در کل اینو میخوام بگم توی زندگی من به قدرت قلمه پی بردم، یعنی از توی همین کتاب، از توی نوشته های کوچیکم، از توی چیزایی که می نوشتم، چه مثبت میگم چه منفی، توی زندگیم پیامدش رو دیدم و به خاطر همین ارادت خاصی به بازی الان ویک دارم، به خاطر اینکه میدونم که یه بازی تخیلی نیست صرفا و میتونه که واقعیت داشته باشه. به خاطر اینکه کاراکتر اصلی بازی یعنی همون الان ویک نویسنده خیلی قویه که قراره بره توی داستانهای خودش، نیاز بود قبلش اینو بهتون بگم که این دیدو داشته باشید که این بازی تخیلی نیست و من صرفا اعتقاد به این موضوع دارم که هر چیزی که انسان بتونه تصورش بکنه رو متاسفانه میتونه که درست بکنه و به خاطر همین به این اعتقاد دارم که نوشته ها واقعیتن و انسان میتونه توی نوشته های خودش و دنیای نوشته خودش غرق بشه. به خاطر همین داستان الان ویک به نظر من چیز خفنیه. خب حالا بریم سراغ خود بازی. داستان الان ویک از یه جاده تاریک و مه گرفته توی شب شروع میشه و ما سوار ماشینیم و داریم میریم سمت یه فانوس دریایی. توی راه که داریم میریم یه آبری وسط جاده همینجوری رندوم وایستاده و ما بهش تصادف میکنیم. تصادف که میکنیم قطعا وحشت زده میایم بیرون چک میکنیم ببینیم که چه اتفاقی افتاده، اوکی نیست، زنده است، حالش خوبه یا نه، و میبینیم که طرف مرده و خب طبیعتا وقتی تصادف میکنه و یکی میمیره وحشت زده میشیم. ما همون حس بهمون دست میده، ولی وحشت اصلی اونجاییه که یهو جسد غیب میشه و میبینیم که دیگه نیست. تا همینجاش داستان به اندازه کافی عجیب هست. ما با یکی تصادف کردیم، مرد، غیب شد، بعد ماشین خراب شده و ما خیلی رندوم داریم میریم سمت یه فانوس دریایی که دلیلش رو تا اینجا بهمون نگفت اصلا برای چی میخوایم بریم اونجا. حرکت میکنیم به سمت فانوس دریایی و طبیعتا باید پیاده بریم. همینجور که داریم میریم میبینیم که ای وای همون کسی که تصادف کرد با همون زنده است و داره میاد سمت ما. جورایی ما فرار میکنیم، برای رفتنمون ادامه میدیم و یه نگهبانی تو راه ما رو میبینه و راهنمایی میکنه به سمت یه کلبه که در واقع ما رو بخواد سیف کنه، ولی چیزی که وجود داره اینه که این اتفاق میفته. Stop! No! Damn it, die! No!
No! No! No! و بعدش یه نور عجیب غریب و زیادی که حالت راهنما برای ما داره از اون طرف کلبه میاد و ما میریم به سمت اون نور. اون نوری که حالت راهنما داره سخنگو هم هستش و شروع میکنه با ما حرف زدن، یه سری توضیحات بهمون میده، میگه که این شهر تصفیه شده و در واقع یه نیروی عجیب غریبی هستش روی آدما که این نیروی عجیب غریب و تاریک با نور در واقع از بین میره و توی تاریکی جون میگیره. به خاطر همین ما یکی از اسلحه‌های مهمی که سلاح‌های در واقع مهمی که توی بازی داریم یه چراغ قوه هستش که در واقع همین نوره بهمون میده و پیداش میکنیم که اول از همه اگر که میخوای انمی تو بکشی با این نوره باید حالا یه حالت گارد تاریک انگار دارن، اون اول باید از بین ببری، بعد میتونی شلیک کنی در واقع انمی تو بکشی. بعد از این ماجرا ما راه ما ادامه میدیم، میرسیم به همون فانوس دریایی که در واقع دنبالش بودیم. زمانی که میرسیم یه حس آخیش امنیت کامل، اوکی، همه چی دیگه از بین رفت اون داستانا و یه همچین چیزایی میاد توی وجودمون و یه نفس راحت میکشیم. ولی چیزی که وجود داره اینه که این آرامش و امنیت چند ثانیه بیشتر طول نمیکشه و اون نیروی تاریکی میرسه اونجا و از خواب میپریم. چیزایی که دیدیم همش یه خواب. همسرمون آلیس بغلمون توی ماشین نشسته. همونجوری که گفتم ما آلن ویک یک نویسنده هستیم که رمان جنایی مینویسه و آلن ویک این شکلیه که 2 سال مغزش قفله و هیچی نمینویسه و خب این برای کسی که نویسنده است و یه عالمه طرفدار داره و در واقع موفق شده توی کارش چیزیه که خوب نیست. حالا مثلا من شاید بتونم 10 سال مغزمو قفل نگه دارم ننویسم، ولی خب اون که نمیتونه. در واقع آلیس همسرش پیشنهاد داده که بیام برن سمت شهرک در واقع میشه گفت به اسم بریتفال. بریتفال یه شهرک توریستی گردشگری هستش که مثلا برای اینکه استراحت کنن میخوان چند هفته اونجا بمونن و یکم مغزش استراحت بده، شاید دوباره اوکی شد و تونست بنویسه. آلیس کلبه اجاره کرده و در واقع کلیدشو باید برن از یه فردی به اسم کارل بگیرن که توی کافه‌ای هستش و الان میگه که اوکی من میرم کلیدو میگیرم و میام. الان زمانی که میره یه کسی اونجا که اسمش روزه، یه کسی که اونجا کار میکرده و مثل طرفدار دوتشه الان هم هستش و میبینتش خوشحال میشه و با هم صحبت میکنن و از طرف روز میفهمه که کارل در واقع توی یکی از اتاقای همون کافه هستش. هر شب میگرده کارل پیدا نمیکنه ولی به جاش یه زن مرموزی که در واقع لباس عجیب غریب که نمیشه بهش گفت ولی خب مناسب اونجا نیستش، یه لباس عجیب سیاه پوشیده و اصلا یه حال عجیبی داره. اون زن رو میبینه و زن همینجور رندوم بهش میگه کارل نیستش ولی براتون کلید و راهنمایی در واقع اون دریچه رو براتون آوردن، شما قراره که توی کلبه من باشید این حالا چند هفته‌ای که هستید و میام حتما بهتون سر میزنم و حتما میخوام با همسرت یه ملاقاتی داشته باشم و اینا و اصرار داره روی این موضوع که حتما همسر آلن ویک رو ببینه. ما هم دیگه چی میتونیم بگیم دیگه، کلیدو داره بهمون میده، میگه کارل نیست، این شکلی خوش بگذره، ما هم میگیم اوکی کلیدو میگیریم و میریم بیرون و با آلیس میریم به سمت کلبه. Wow, it's gorgeous, Alan. Alice? Honey? Alan, I'm upstairs. I have a surprise for you. Surprise! Alice? What is this? زمانی که میریم توی کلبه میبینیم که آلیس یه دستگاه تایپ برامون آورده اونجا که در واقع اگر مثلا خواستیم بنویسیم و اینا بتونیم این کارو بکنیم و به همون میگه که توی شهر یه روانشناسی وجود داره به اسم الی اگر اشتباه نکنم که میگه که به نظرم چیز خاصی از دست نمیاد اگر مثلا پیش این روانشناس بری حالا یه جلسه باش حرف بزنی. بعد از اینکه اینو میگه یه دعوای زن و شوهری بینشون به وجود میاد و در واقع این دعوا یکم شدت میگیره جوری که الان که اذیت میشه و کلا از کلبه میره بیرون و زمانی که از کلبه میره بیرون God damn it! I knew she wouldn't follow me in the dark. I needed some time alone to think things through. Damn it. Alice? Alice? چند ثانیه بعد صدای جیغ آلیس از تو میاد و سریع برمیگرده ولی چیزی که وجود داره اینه که
آلیس توی دریاچه غرق شده توی همون چند ثانیه و خیلی داستان عجیبیه در واقع. آلن ویک بدون اینکه فکر اصلا بکنه، خب طبیعتا هممون همین کارو می‌کردیم، بدون اینکه بخواد فکر بکنه میپره توی دریاچه تا بتونه اون رو نجات بده و دیگه بعد از این چیزو نشون نمیده و 2 هفته میگذره و بعد از 2 هفته آلن ویک توی یک ماشینی هستش لب پرتگاه که ماشین ترکیده، خود آلن ویک زخمیه. حالا ترکیده منظورم از لحاظ ظاهریه، نه اینکه منفجر شده. آلن ویک زخمی خودش و این شکلی که هیچ یادش نمیاد، فقط یادشه که هانتر شده توی خطر بود و اصلا نمیدونه این 2 هفته گذشته در واقع چه اتفاقی افتاده، اصلا اینجا کجاست، برایش توی ماشینه و هیچو نمیدونه و از ماشین پیاده میشه و یه پمپ بنزین رو نزدیک بوده میره سمت اون پمپ بنزین و اینجاش خیلی خفنه. توی راه که داره میره روی زمین یه سری نوشته هایی رو روی زمین میبینه، یه سری برگه هایی رو روی زمین میبینه که برمی‌داره دونه دونه میخونتشون. متوجه یه چیز خیلی عجیب میشه، اینکه روی این برگه های داستانای عجیب غریبی داره تعریف میشه که نویسنده این داستانا خود آلن ویکه و اون اصلا همچین چیزایی رو یادش نمیاد نوشته باشه. خب یه لحظه بیا به این موضوع فکر کن که این داستان ممکنه که برای کسی واقعا اتفاق بیفته، چون نمیدونم قدرت مغز چقدر بهش باور داری، ولی حتی اگر توهم هم همه اینها باشن و واقعیت نداشته باشن ممکنه که این توهم رو بزنه، یا ممکنه یه سری بخشای زندگیش رو به یاد نیاره، یا ممکنه که واقعا توی داستانا و فکر و خیالای خودش یه جوری خیلی شدیدی غرق بشه و اگه با این دید بخوای بازی رو انجام بدی و خودتو بذاری جای آلن ویک، اصلا میگم پرات میریزه از بازی. بیشتر از این بهتون خب داستانو نمیگم، اسپویل میشه و بازی شروع میشه و دیگه میرید برای اینکه ببینید در واقع چه اتفاقی افتاده و اصلا کجا اینا، اون فانوسه چی بود و اینا رو کی من نوشتم، چه اتفاقی واسه آلیس افتاد و همه این ماجرا. من امروز با چترین مشکل دارم. یه بعدی که میذارم رو آلن ویک 2 هستش، چیزایی که لازم باشه از آلن ویک 1 بدونید اگر پلی ندارید توی ویدیوی بعدی بهتون اول میگم، بعد میریم سراغ پارت 2. من بهتون پیشنهاد میکنم که بازی بکنید، واقعا بازی خفنیه و میگم اصلا به نگاه تخیلی به گیم نگاه نکنید. امیدوارم که تا الان کلی لذت برده باشید. داستان کوتاهی از آلن ویک بود این موضوع و خیلی خوشحالم که تا اینجای ویدیو با من بودید. کانال ما تا الان در رابطه با این موضوعی که چون هم تازه کارم همونقدر مخاطب ندارم، در رابطه با استوری اولیه بازی‌ها توضیح میدم که اگر خواستی بازی بکنی اسپویل داخلش نداشته باشه و داستان پایه و اصلیشو بدونی که اون انگیزه‌ای که برای بازی می‌خوای رو داشته باشه در واقع توش. و اگر که دوست داشتی این موضوع رو سابسکرایب هم بکن، زنگوله رو بزن که ویدیو گذاشتم حتما با خبر بشی، لایک و کامنت هم که بهم انرژی میده. در کل دوستتون دارم، امیدوارم که لذت برده باشید. اگر دوست داری راجع به گیم دیگه صحبت بکنم حتما برام بنویس و فعلا خداحافظ.